سلام دوستان ارادت، خیلی مخلصم. امیدوارم روز خوبی رو گذرونده باشین. با مجموعه آموزش مدیر سایت وردپرسی خودمون باشیم. در خدمتتون هستم. امروز آخرین آموزشیه که شما ادمین مبتدی سایت هستین و قرار آموزش خیلی کوتاهی رو ببینید و دیگه فکر نکنم دقیق تر نیاز باشه که شما توی حالا این کار زیاد کاری انجام بدیم و اوکی بشه. خیلی خوب، اگر سفارشی برای شما فعال شد و سفارشی برای سایت شما اومد و اسمس اومد که برای شما سفارش اومده، وارد پنل میشیم. طبق آموزش قبلی وارد قسمت وکامرس، حالا افزونه وکامرس میشیم و اینجا یه سفارشات داره. شما سفارشات رو بزنید، وارد بخش سفارشات میشه و شما میتونید تمامی سفارش‌های در حال حاضر استفاده شده رو ببینید که از کدوم پلتفرم وارد سایت شما شده، که من الان از توروب این مشتری گرفتم یا مستقیم از روی سایت گوگل اومده روی سایت اون ثبت سفارش انجام داده. من چشمو بزنم اطلاعات مشتری باز میکنه یا بازش میکنیم کاملتر که میتونین حالا بر اساس اینا یه سری فیلترها رو انجام بدین، اونایی که میخواین رو و اونا رو ببینید. خیلی راحت محصول رو حالا بسته‌بندی و ارسالش رو انجام میدید. وارد مرحله بعدی میشیم، گزارشات درگاه، که اگر به مشکلی خوردیم و خواستیم درگاه رو چک بکنیم که پرداختتون با موفقیت بوده نبوده یا هر چیزی. بخش مشتری ها رو داریم اینجا که من باز نمی کنم، اطلاعات مشتری ها رو نشون میده. بخش کوپن ها رو داریم که همون بحث تخفیفات که شما میتونین بر اساس حالا یه الگوریتمی به مشتریاتون تخفیف بدین. من میام الان یه کد تخفیف میسازم، بر فرض مثال نیو، که هر کسی وارد سایت من شد و کد نیو رو زد بهش مثلا مبلغ 100,000 تومان تخفیف بده. و یا اگر کد تخفیف شامل ارسال رایگان داره یا بزنه، مثلا ارسال رایگان بشه. یا حالا جلوتر میریم بخش تاریخ انقضای کوپن، مثلا میگیم از این تاریخ دیگه این اعتبار نداره. یا حالا مثلا برای کاربر به محض ثبت سفارششون و تکمیل شدن یه کوپن بسازه حالا طبق این الگوریتم و به ما بعدی رو اجرا بکنه. یعنی میتونیم خیلی راحت ببینیم و حالا به مشتریامون یه سری تخفیفات بدیم. الان من سیوش نکردم، وارد مرحله بعدی میشم که بخش گزارشاته که چجوری ثبت سفارش شده و چه مبالغی بوده. ما از اینجا میتونیم گزارش گیری بکنیم یا حالا پیکربندی. توی قسمت پیکربندی یه سری از چیزها هست که شما به دردتون میخوره. اهم از درگاه پرداخت که حالا تمامی درگاه پرداخت ما رو نشون میده و حمل و نقل. حمل و نقل به ما اجازه میده که روش ارسال به مشتری چی باشه، چی نشون بده. بر فرض مثال من روی سایتم 3 نوع ارسال دارم. پست پیشتاز که مبلغ 250,000 تومانه، اونم نشونتون میدم. باربری های خصوصی مثل تیپاکس، آمدبار و فلان اینا. تا این باربری نوشته هزینه حالا پس کرایه است و پیک حالا 100,000 تومان دریافت میکنه، یا باربری های ترمینالی که 150 تومان. چجوری میتونیم اضافه کنیم، ویرایش بکنیم؟ خیلی راحت یه ویرایش داره کنارش، ویرایش رو میزنیم و بذاریم تا باز بشه برامون. خب اینجا میتونیم روشنی خاموش بکنیم فعال شدن این قابلیت برای ثبت سفارش به مشتری نشون بده یا نده، که میتونیم بازم اینو ویرایشش انجام بدیم
که حالا نرخ ساده باشه، ثابت باشه. حالا ما پست پیشتاز رو داریم، این تیپاکس رو داریم که بر فرض مثال ما این تیپاکس رو بخوایم ویرایش بکنیم، مبلغ بر فرض مثال 150,000 تومان و باربری خصوصی که ما اینجا میایم متنش رو به 150,000 تومان تغییر میدیم و از این پس به مشتری ما 150,000 تومان برای پس کرایه اضافه میکنه که باید اینو پرداخت بکنه برای ارسال محصول، یا بیایم اینجا اضافه بکنیم حالا هم نقل رایگان، تحویل در محل یا هر چیز دیگه. توی پیکربندی مجدد میریم بخش درگاه ها رو، حالا یا آدرس فروشگاه رو میتونید اینجا ویرایش انجام بدین و خیلی از کارها رو اینجا انجام بدین. به صورت فارسی نوشته، خیلی راحت میتونیم بریم بخونیم، مطالعه کنیم و خیلی کار رو انجام بدیم. درگاه پرداخت یه کاریه که ادمین سایت زیاد بهش درگاهش زیاد کاری نداره باش، چون مال طراح سایته و عمدتاً افزونهایی که نصب میشه با طراح سایت، ولی دونستنش بد نیست. من الان درگاه پرداخت فعال سایتم سداد بانک ملیه که از اینجا افزونش داخل سایت داخل افزونه ووکامرس اد شده و طبق این ما میتونیم حالا ویرایشی انجام بدیم اگر ادیتی توی درخواست شد و حالا بیایم اینجا انجام بدیم که یه سری حالا از مشخصاتی که اینجا داره ما میتونیم ببینیم و ویرایش رو انجام بدیم. تا همین حد کافیه دونستنش و حالا وضعیت ها رو میتونیم ببینیم اینجا یا افزونه هایی که حالا مورد نیاز ماست و طبق این. حالا تو این وضعیت هم بیشتر میگم کار خود طراح سایت ما، ولی دونستنش بد نیست و اینجا یه سری از مشخصات برای طراح سایت که به درد ما نمیخوره و قرار نیست ما چیزی یاد بگیریم ازش و کاری انجام بدیم. و بخش SMS، شما اگر داخل پنل سایتیتون که وردپرسه یه پنل SMS هم اد کرده باشین که من تو سایت SMS تایار سایتم وصله و از طریق اون دارم برای مشتریام SMS ارسال میکنم که حالا میگم هم ثبت سفارش هم ثبت کاریمون با SMS باشه که ما میایم توی قسمت تنظیمات افزونه حالا SMS قسمت تنظیماتش ما یه سری ویرایش ها رو داریم که مدیر کلی سایتی و حالا شماره پیامک کلید وبسایت که خود سایت SMS تایار به اون میده و اینجا ما یه سری از چیزها رو داریم، پیامک ها رو داریم که میتونیم فعال بکنیم. براتون نشون میدم دقیقشو. توی ووکامرس میبینیم که ما به محضی که تایید شد ثبت سفارش در حال انجام رفت 2 تا پیام ارسال بشه، هم به کاربر هم به مدیر. چی بنویسه؟ بنویسه سلام، اسم اون مشتری که فرست نیمی که انتخاب کرده، حالا اون تکس باکسی که فرست نیمه عزیز، مثلا سلام علی عزیز، ضمن تشکر از اعتمادتون سفارش مشخصات سفارش رو به ما بگه، شماره سفارش رو به ما بگه، ثبت شده و همکنون در وضعیت در حال انجام می باشد، آیتم و مبلغش. حالا اینا رو که میبینید اینجا نوشته یه سری تکس باکسه که این تکس باکس میتونه به ما کمک بکنه که ما این کار رو انجام بدیم و شماره مدیران هم داریم. حالا در حال انجام میگیم که به این شماره هم ارسال بشه و به حالا مدیر هم اطلاع رسانی بشه که یه همچین ثبت سفارشی انجام شده. حالا تکمیل نمیدونم اطلاعات در انتظار بررسی اگر مشکلی داره
این پیام ها رو برای برفرض مثلا من اومدم تنظیم کردم که در حال بررسی بره، بزن سلام مثلا علی عزیز، شماره سفارش فلان که آیتم های این سفارش رو مثلا برفرض مثلا نوت 12 اسه ارسال کردید جهت دریافت کد پیگیری پستی با شماره فلان تکمیل شده است. با این شماره تماس بگیرید. نمیدونم صمیمانه از شما متشکرم. برای بررسیش هم حالا میگم وضعیت بررسی قرار گرفت، با این شماره تماس بگیرید یا منتظر تماس تیم فنی ما بمانید. یه سری از ویرایش ها رو میتونید انجام بدین اینجا و همین. حالا میتونین تاییدیه ها رو بگیرین ازش و تنظیماتو که شما در همین حد با سایت آشناییت داشته باشید کافیه. حالا یه سری تنظیمات اسلایدر هم هست که شما میتونید اینها هم ویرایش انجام بدین روش. اسلایدر چیه؟ اگر سایت ها دیده باشین ما حالا دوباره مجدد براتون میارم ببینید. یه سری ویرایش ما اینجا میتونیم روی اسلایدرهای ورودی سایت که اسلایدرهای من ایناست، اسلایدر حالا بازم بشه خوبه که این دوتا رو من دارم که بیایم اینجا ویرایشش رو انجام بدیم، اضافه کنیم کم بکنیم چون بعد طراحی انجام بشه. حالا طبق این طراحی میتونیم به هوش مصنوعی بدیم و اون برامون طراحی بکنه. خیلی راحته که اول باید ابعادش رو حالا کاراش انجام بدیم و براشون ارسال کنیم. ممنون که تا اینجای آموزش منو همیاری کردین. من علی ایزدی هستم. این دورم تموم شد. امیدوارم به دردتون بخوره و کمکی کرده باشم با این آموزش بهتون و تونسته باشید ادمین حداقل سایت خودتون باشید و در مواقع ضروری اگر ادمین حرفه‌ای ندارید خودتون بتونید از پس خودتون بر بیاین داخل این سایت و لذت ببرید. ممنون که به من اعتماد کردین تا اینجا اومدید. خدا نگهدار.